تمام مسلمان هایی که از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلمند و در منطقه تاجیکستانند از شما شکایت می کنند و از شما ناراضی‌اند، چرا که شما حقیقت دین را بیان نمی کنید، چرا که شما پنهان می کنید حق را و آشکار می کنید باطل را. اتقوا الله، از الله بترسید. چی برسد یک فتوای می دهد و می گوید من دوست می دارم که فرزندهای مسلمان همه ما و شما کارگری مثال سوت و پرکرار و میلیسا و کگب و دیگر اداره هایی که هست در همه اونها فرزند مسلمان کار کند، مسلمان باشد. این برای ما و شما شرف است. یک روزی دیگر می خیزد و می گوید عید نوروزی مجوس این عید مسلمان هاست. جشنی موسمی ملی قدیمه مردم فارسی زبان و تاجیک است و این به عبادت‌های یگان خللی وارد نمی‌کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد. یک روزی دیگر می خیزد و فتوا می دهد. یک سوال دیگر، اگر ما در مسجد خریستانو کنیم قسمی که برای ما میگم خب کار دو قسم شود. مثلا کاری هست که هم پول میگیریم هم ثواب، هم پول میگیری هم ثواب. مثلا یک کسی میگیری باید ببری تاکسی تبدیل در خونه کار میکنی مسلمان داد وقتی که در مسلمان کار کنی هم پول میگیری هم ثواب. یکی در غیر کار کنی پول میگیری پول میگیری و ثواب نداره، گناهگار نمیشه. زادروز را جشن گرفتن چی حکم دارد؟ از دیدگاه اسلام جایز است یا نه؟ برادر عزیز، زادروز یعنی روز تولد جشن گرفتن، اگر انسان هم یار و دوستاش جمع کنه و یک طعام کنه، یعنی یک ضیافت، یک معرکه عادی باشه که اوجا شراب نوشی نباشه، اوجا یعنی موسیقی و رقص حرامی ها نباشن، ضرر نداره. این یک شکرانه، یعنی شکر میشه، شکر خدا را به جا آوردن که خداوند انسان به همون عمر رسانید. یعنی مثلا به 25 سالگی، به 30 سالگی خداوند رسانیدش، یا اینکه به 40 سالگی خداوند رسانیدش. اگر یک یعنی ضیافت باشه، یک طعام دادن باشه و همراهی یار و دوستان نشستن و صحبت کردن باشه، ضرر نداره. امام غزالی میاره، ابن حزم میاره، این سمی یوسف خوب داره و حقیقت دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی مدد راحت اولین سخن ما به شما ای علما و مفتیات این است که از الله بترسید. این امر الله و رسولش است. اتقوا الله، از الله بترسید در دین الله، چرا که شما پنهان میکنید حق را و آشکار میکنید باطل را. تمام بدعت و خرافات و شرکیات و کفریات را اجازت میدهید. عیدهای کفار را عید مسلمان میدانید و حق را پنهان میکنید و حق را به باطل آمیخته میکنید. بدانید که این دنیا دنیای فانی است و روزی به نزد الله سبحانه و تعالی خواهد رفت و به او به این عملهای زشتتان جواب خواهد داد. این دین دین الله است، صاحبش الله است. هیچ کسی حق ندارد که چیزی را حلال و حرام بکند. پس بدانید که الله به پنهان کنندگان حق چی میگوید؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران بزرگوارم، در حقیقت نصیحت این بهترین عمل است و رسانیدن حق این بهترین عمل است. نصیحت نکردن و پنهان کردن حق این بدترین عمل است. امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیحشان حدیث را با رقم 55 روایت می کنند که حدیث از تمیم الداری ذکر شده است. عن تمیم الداری رضی الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تمیم الداری رضی الله عنه روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: دین این نصیحت است. صحابگان به رسول الله گفتند: به کی نصیحت است؟ رسول الله گفتند صلی الله علیه و سلم: لله، برای الله و به کتاب الله و به رسول الله و به امام های مسلمان و به تمام عامه مسلمان ها نصیحت است. یعنی نصیحت به الله و کتابش و رسولش و به امامان مسلمان و عامه مردم عادی مسلمان. البته نصیحت به کتاب الله این عمل کردن به کتاب الله است. نصیحت به الله اطاعت الله، ترسیدن از الله سبحانه و تعالی است. و نصیحت به رسول یعنی اطاعت رسول، متابعت و پیروی کردن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و چنگ زدن به سنتش است. و نصیحت کردن به امام های مسلمان، به علما و به پیشوایش، یعنی نصیحت کردن اونها بر این که حق را بگویند و در دین فداکار باشند. و نصیحت کردن به تمام امت مسلمان، به تمام عملهای خیر نصیحت کردن و از عملهای بد باز داشتن است. پس بارک الله فیکم، نصیحت معنای زیادی را دارد. نصیحت یعنی یک جمله هایی که برای نیکی شما به شما گفته می شود. پس امروز عمل می نماییم به همین حدیث و نصیحت ما به مفتی تاجیکستان، به همکارانش، به علمایی که در گرد و اطرافش است و به دیگر از علما که خود را علمای تاجیکستان می دانند به اونهاست. پس از الله بترسید. اولین سخن ما به شما ای علما و مفتیات این است که از الله بترسید. این امر الله و رسولش است. اتقوا الله، از الله بترسید در دین الله. چرا که امروز امت مسلمان تاجیک، تمام مسلمان هایی که از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اند و در منطقه تاجیکستان اند، از شما شکایت می کنند و از شما ناراضی اند. چرا که شما حقیقت دین را بیان نمی کنید، چرا که شما پنهان می کنید حق را و آشکار می کنید باطل را. تمام بدعت و خرافات و شرکیات و کفریات را اجازت می دهید. عیدهای کفار را عید مسلمان می دانید و حق را پنهان می کنید و حق را به باطل آمیخته می کنید. بدانید که این دنیا دنیای فانی است و روزی به نزد الله سبحانه و تعالی خواهد رفت و به او به این عملهای زشتتان جواب خواهد داد. این دین دین الله است، صاحبش الله است. هیچ کسی حق ندارد که چیزی را حلال و حرام بکند. پس بدانید که الله به پنهان کنندگان حق چی میگوید؟ در سوره بقره آیت 159 و 160 الله میگوید: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البته آنانی که پنهان میکنند آن چیزهایی که ما نازل کرده ایم از آشکار، چیزهای بینات و آشکار و واضح و از آیاتهایی که انسانها را هدایت میکند، بعد از این که ما بیان کرده ایم به مردم از کتاب اینها را پنهان میکند، به این پنهان کنندگان الله لعنت میکند. اینها را الله لعنت کرده است و تمام لعنت کنندگان لعنت میکنند. پس هر کسی که حق را میداند و پنهان میکند به خاطر منصب، به خاطر چیزی دیگری و به خاطر مال و دنیا و ترس، داند که به لعنت الله گرفتار خواهد شد. وقت دانستی باید رسانی، چرا که تو این وظیفه را به دوشت گرفتی. تو پیش از این که قدم بزنی میدانستی که این دین پنهان کردن و ترسانچک شدن را نمی بردارد.
باید برسانی، اما دانستی و نرساندی، دان که لعنت الله و تمام لعنت کنندگان بر بالای تو خواهد آمد. لعنت این به نهایت بدترین چیز است. دور شدن از رحمت الله و به غضب الله گرفتن شدن است. پس امروز آیا شما حقیقت را بیان میکنید یا نه؟ آیا شما کفر را کفر میگویید؟ شرک را شرک میگویید یا نه؟ البته که نه، نگفته ایستاده اید. وظیفه که بر دوش خود گرفته اید در نزد الله انجام نداده ایستاده اید. اتقوا الله، از الله بترسید. چی برسد یک فتوای میدهد و میگوید عید میلادی هیچ باکی ندارد، یک روزی دیگر میخیزد و میگوید عید نوروزی مجوس این عید مسلمان هاست، یک روزی دیگر میخیزد و فتوا میدهد به تراشیدن ریش، روزی دیگر به ضد اسلام مسلمین، روزی دیگر به ضد قرآن و سنت. از الله بترسید. شما مفتی فتوا دیندگان از قرآن و سنت باشید، نه به ضد قرآن و سنت. امروز این مفتی ها گویا یک بازیچه شده اند برای نابود کردن اسلام و مسلمین. اینها یک آلت اسباب گشته اند برای تعویل و تحریف کردن قرآن و سنت. وقتی که کافر خواست که قرآن و سنت را تغییر بدهد، مفتی در زیر دستش است. به مفتی میگوید فلان سخن را بگو، اینها ضد قرآن و سنت میگوید. پس بدانید که لعنت الله وزنین است، اما شما فرصت دارید. شما می توانید توبه بکنید و بازگردید و حق را بیان بکنید. الله در دوام آیت در سوره بقره 160 میگوید الا الذين تابوا، مگرم آنانی که، یعنی به اینها لعنت کرده نمی شود، کسانی که توبه بکنند و اصلاح بشوند و حق را بیان بکنند. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، آنانی که توبه بکنند، اصلاح بشوند و حقی که پنهان کرده بودند بیان بکنند. پس اینها کسانی اند که الله توبه اشان را قبول می کند و البته الله تواب الرحیم است. بارک الله فیکم. پس توبه بکنید، اصلاح بشوید و حقیقت را بیان بکنید. یا در یک طرف خاموش باشید. خاموش نشستن در زمان فتنه بهتر از دروغ گفتن است، بهتر از تهمت کردن به دین الله است. پس خودتان را از آتش جهنم نجات بدهید. الله سبحانه و تعالی صفت یهودیان را بیان می کند و می گوید در سوره بقره آیه 146 و می گوید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. آن انسان‌هایی که از اهل کتاب ما به اونها، اهل کتاب یعنی کتاب نازل کرده بودیم، حق را می دانستند، مثل که فرزندان خود را می دانند حق را می دانستند، اما گروه از اونها این حق دانستشان را پنهان می کردند. من هم 100% باوری دارم که این مفتی ها و این بعضی از علما می دانند که حرام چیست، حلال چیست، می دانند که این عیدها عید کفار است، می دانند که این شرک است و کفر است، مثل که فرزندان خود را می دانند، اینها می دانند اما پنهان می کنند. دانند که این صفت یهودی ها بود که الله به همین سبب اونها را به غضبش گرفت و شما هم به غضب و به زیر لعنت خود خواهد گرفت. پس توبه ضرور است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 144 رو میگوید ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. البته آنانی که پنهان میکنند آن چیزی را که الله نازل کرده است از کتاب، یعنی از در قرآن الله حکمی را بیان کرده است، رسول الله در سنتش چیزی را بیان کرده است و حکمی را بیان کرده است، اما می آیند و این را پنهان می کنند، به مردم دیگر چیز را می رسانند، تغییر می دهند، حق را به باطل آمیخته می کنند یا که عموما پنهان می کنند و به خاطر همین عمل را به خاطر دنیا می کنند. همین کار سخت و زشت و کفر را به خاطر یک لقمه دنیا، به خاطر منصب و کرسی می کنند، به همین خاطر یک پول کمی می خواهند. دانند که اونها همین مبلغ هایی که می خورند این آتش است که می خورند. ما یأکلون فی بطونهم الا النار، نمی خورند به شکم هایشان مگرم
آتش را و به این نمود انسانها الله در روز قیامت سخن نمی کند، اینها را الله پاک نمی کند، نجات نمی دهد. برای این چنین انسانها که به خاطر دنیا آیتهای الله را پنهان می کنند عذاب دردناک وجود دارد. چرا که اینها دنیا را به آخرت عوض کردند، دنیا را قبول کردند، آخرت را ترک کردند، آخرت را به دنیا، پس خریدند دنیا را و فروختن آخرت را. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که هدایت را ترک کردند و گمراهی را انتخاب کردند. والعذاب بالمغفره، و عذاب را انتخاب کردند و مغفرت الله را ترک کردند. فما اصبرهم علی النار، پس اینها را چی صبر می دهد بر عذاب الله؟ بر عذاب الله اینها را چی صبر داده می تواند؟ آنها صبر ندارند. عذاب الله درناک است. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید. پس همه این آیت ها مگر آشکار واضح نیست؟ مگر به شما ای علما و ای مفتی و ای طالب علمی که حق را میدانی و پنهان میکنی، به تو این آیت تاثیر ندارد؟ به تو این آیت مگر تعلق ندارد؟ والله بالله تالله این آیت ها آشکار و واضح و روشن در حق شما پنهان کنندگان، در حق شما بازی کنندگان، در حق شما اختیار کنندگان دنیا صحبت می کند که دنیا را اختیار کرده اید، آخرت را فروخته اید. شما کسانی که حق را پنهان کرده اید، باطل را زینت می دهید. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 42 می گوید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. حق را به باطل تلبیس نکنید در حالتی که شما حق را میدانید، حق را پنهان نکنید. تلبیس حق چیست؟ ابن عباس رضی الله عنه در زیر این آیت میگن که تلبیس حق یعنی آمیخته کردن حق به باطل. امروز بسیاری از انسانهایی که خود را مفتی و خود را به مسئولیت کشیده اند و در منطقه های کفری به مسلمان ها سرداری میکنند و مفتیات هستند، میبینیم که حق را به باطل آمیخته میکنند، به درون حق باطل را میدرارند و حق باطل را آمیخته میکنند و یک چیزی دیگری را پیدا میکنند که این صفت یهود بود و این برای امت اسلام حرام است و این کفر است. در سوره آل عمران آیت 71 الله سبحانه و تعالی صفت یهود را بیان میکند و میگوید که لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. ای یهودی ها، ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل آمیخته میکنید و در حالتی که شما حق را میدانید پنهان میکنید؟ نکنید، این عمل زشت است. ای مردم، ای کسانی که مسئولیت را، افتاء را، فتوا را، مسئولیت مسلمانان را به عهده گرفته اید، حق را به باطل آمیخته نکنید، سری مردم را نچرخانید، مردم را دیوانه نکنید. دانید که مسئولیت مردم گمراه شده در روز قیامت بر سر شما است. از الله بترسید. دانید که منهج الله، منهج رسول الله، این دین راست است و مستقیم است و کجی ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، چخیلی که در حدیث صحیح آمده است، ابن ماجه روایت میکنند که رسول الله میگند ترکتکم علی منهج علی البیضاء او علی منهج البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها بعدی الا هالک. ای امت مسلمان، من شما را به یک راه ترک نمودم که این راه بی نهایت روشن است، واضح است، شبش به مانند روز است. هیچ کسی در این راه گمراه نمی شود مگرم هالک، مگرم هلاک یافته. پس حق را بگویید و به الله توکل بکنید و بغیر از الله از کسی نترسید. الله کفایت کننده و حاسب شما و نگهدارنده و حافظ شما خواهد بود. در سوره احزاب آیت 39 الله سبحانه و تعالی میگوید ان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. آنانی که رسالات الله، دین الله را می رسانند و بجز الله از کسی و شخصی دیگری نمی ترسند و یگانه از الله می ترسند
و بجز الله از دیگری نمی ترسند، الله کفایت کننده و نگه دارنده و حفظ کننده حاسب اونهاست. پس ای برادرم و ای خواهرم که حق را دانستی، حق را بگو. رسالتی که در گردن تو هست برسان. این وعده الله هست که میگوید ان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. البته آنانی که رسالت الله را رسانیدند و از الله ترسیدند و بجز الله از دیگری نترسیدند، الله حساب کننده، نگه دارنده و کفایت کننده اونها است. بارک الله فیکم. در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من سئل عن علم علمه ثم کتمه الجم یوم القیامة بلجام من النار. هر کسی که از یک علم پرسیده شد در حالتی که میدانست که جواب بدهد، میدانست اما پنهان کرد، به سوال جواب نداد، به احکام الهی جواب نداد، داند که این علمش در روز قیامت لجام آتشین خواهد شد و به دوزخ او را خواهد برد. پس برادرم و خواهر عزیزم، این بود نصیحت ما به علما و به مفتی و به دیگر انسان‌هایی که مشغول رسانیدن دین الله هستند. از الله بترسید و حق را بیان بکنید و به خاطر این دنیای دو روزه دین را مفروشید، عوض نکنید. عذاب وزنین است و حیات آخرت حیات ابدی هست. بارک الله فیکم. و از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که ما را توفیق بدهد و حفظمان نماید. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري